أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. امروزه موضوع ما یعنی از اسماء الحسنا، یکی از نامهای الله، المحیمینو. معنای المحیمینو یعنی نگهبان. هر یک شخص پس از غسل 2 رکعت نماز نفل خواند و از صدق دل این اسم را 100 بار بخواند، الله تعالی ظاهر و باطنی او را پاک خواهد نمود. و هر کس 115 بار اسم مذکور را ورد کند، ان شاء الله بر اشیای مخفی مطلع خواهد شد. یا محیمنو یا محیمنو یا محیمنو، صدق الله العظیم.